Can yarmarka. Kartoşka çan şu? Kartoşka şişsam. Şişsam bas kartoşka. Arzon şuda astı. Ha. Ana dostum. Mirus yarmarka şu olsun ha. Şu burunç. Burunç yonza. Moş çi moş? Burunç yonza. Burunç yonza somon. Yonza somon bas yonza. Göç 45 somon. Yarmarka 38 somoni göçtane. 38 شده است گشت ها گشت 38 کاتوشکا دو میخوای را؟ چنی شد؟ این وای دانش شده بیا خود کاتوشکا شی تله فقط کاتوشکا یعنی روغان 655 است روغان 55 ونه ها معلم ارزون 60 می این رسیز که این نه باید گرد 5 سوم کاتشکا 5 رسیز که کاتشکا چند شد؟ 8 سوم 5 سوم کاتشکای رسیز که می؟ نه رسیز که کاتشکای رسیز کنه 5 سوم اینجا تله اینجا آچرات اینجا هم کاتشکا والگراد کاتشکای والگراد منه دیده این 1 کیلو شکنیم سوم نه پالمه هم فروشی باز پالمه نه پالمه کلونیشه یادی پیزدست واز بیلا شده گشتن کنید نمیخوای جامعه نازین یارمارکه منی کاتشکا کاتشکا ani شو چند کاتشکا تو کاتشکا کاتشکا آفتنیم سامان اما آچرات yarmarka 20 فهمیدل چند لکو؟ 16 بادرینگ چی؟ 7 سوم من بادرینگ سوم همش گریت مانی؟ 14 میتوسه کلوب نیکی چند شد کلوب نیکه؟ Nesne domoy. In toškami bo kolon pomoči. چند شد کلوب نیکی تو؟ 2 سوم کام بار شنو پنج دوماش نه؟ اصلا کنات کن
غم زن مانند شمال زودگذر است. زنی که خوشبختی می‌خواهد به امثال دستش نه به گل هدیه شده نگاه می‌کند. زن همه چیز را می‌بخشد اما فراموش نمی‌کند. زنی اقتصاددان اموال شوهر را احتیاط می‌کند. مرد خوشبخت در دنیا 3 نعمت دارد: زبان ذکر کننده، قلب شکر کننده، بدنی در بالا صبر کننده و زنی صالحه. زنی که فرزندش را گم کرده است هر روز برایش روزی اول است و این غم پیر نمی شود. نزد زن آیدی زنهای بیگانه حرف نزنید، زیرا او جرأت پیدا می کند که آیدی مردهای بیگانه نزد شما حرف زند. طلا با آتش و زن، با طلا و مرد با زن آب می شود. سنگ بالای تخم افتد یا تخم بالای سنگ، در هر دو ضرر بر تخم است. ظرف مؤمن از حرام گریختن است. کم کارهایی هستند که انجام ندارند اما به زحمت انجامی نیست. مجبوری زیبا شدن تنها در کاشانه حسن امکان دارد. شخصی که حد زیاد آرایش می کند زیبایی خود را پنهان کرده نیست. برای بدن زیبا ذوق و برای روحی زیبا درد لازم است. زیبایی بعضی نقصانها را می پوشاند. برای زندگی کردن باید خوراک خورد، نه برای خوراک خوردن زندگی کرد. نفری به تو پشت گرداند، زیغ نشو، زیرا دوست دشمن را خواهی دانست. اگر مصیبتی کلان داری مگو که مصیبتی کلان دارم، بلکه بگو خدای بزرگ دارم. دو چیز را اصلا فراموش نکن: خدا و مرگ را. گفتن دیگر و در عمل تطبیق کردن دیگر است.